میلواکی لوگوش رو هر چی بزنه، رو مداد رنگی هم بزنه، شما انتظار یه قیمت بالایی داشته باشین، ولی در این حال انتظار کیفیت بالا هم میتونید داشته باشین. سلام، من برزین هستم و اینجا تک اسپویل، جایی که قراره در مورد تکنولوژی و یکی از جذابترین مصادیقش که همون ابزار باشه با هم صحبت کنیم. Welcome back. این آیتمی که امروز میخوام خدمتتون معرفی بکنم یکی از اتچمنت های سری M12 میلواکیه که چند تا کار انجام میده. در واقع استفاده اصلی این هولدر باتری هیت جکت، یعنی کاپشن هایی که گرم کن دارن از سری میلواکی که M12 هستنه. در واقع یعنی باتری شارژ شده رو شما میذارید اینجا و اون کابلش رو بهش وصل میکنید و میره توی یه جیب به خصوصی که واسه همین تعبیه شده و گرم میکنه و استفاده میکنید. در لذت میبرم اینه که به عنوان یه پاور بانکه، ولی پاور بانک واقعیه. یعنی شما این پاور بانک هایی که از بیرون میخرید، حالا معلوم نیست چقدر هزینه میکنید، چقدر کارایی داره، ولی خب این یه اتچمنت، یه ابزار پروفشناله و با پورت USB شما میتونید گوشیتون رو شارژ کنید و همه ابزارهای دیگه که احتیاج به شارژ دارن و همه دیوایس های دیگه که احتیاج به شارژ دارن و میشه با پورت USB شارژشون کرد. از طرفی یه شارژر باتری کامپکت هم هست. یعنی شما تصور کن موقعی که داری رانندگی میکنی و بری به سمت محل کارت، اگه ابزارت M12 میتونی در این رانندگی باتری هم شارژ بکنید و اون موقعی که لازم شد ازش استفاده کنید و اوت آف شارژ نمونید. الان اگر که اجازه بدید حالا از یه نمای نزدیکتر به جزئیاتش بپردازیم. خب همینطور که تو تصویر میبینی این همین یونیته که میایم الان یه باتری M12 هم بهش میزنیم و حالا من روش نوشتم اسم خودم. ببینید این اون پورت USB که شما اگه کابل شارژر گوشیتون رو بخواید بزنی با این کار میکنه. و این طرف هم که یه دلیلی داره من میخوام اینو نشونتون بدم وقتی به گوشی میخوره، این که ببینید در جا این شارژ نمیکنه، مشخصه، درسته؟ ولی باید این دکمه رو فشار بدیم. حالا این دکمه رو که فشار دادین شروع میکنه با کار کردن. این دکمه هایبریده، کاربرد دوگانه داره. الان عرض میکنم خدمتتون. در حال عادی وقتی که ازش استفاده نمیکنید دکمه رو بزنید بهتون میگه که چقدر شارژ دارید و خیلی جمع و جور همونطور که عرض کردم کاراییشو بهتون میده. اینم جاییه که پورتشو میزنید و شارژش میکنید از این کابلی که وجود داره و این پلاگ که بخواید استفاده بکنید. اینم جاییه که مستقیم وصل میشه به هیت جکت و شروع میکنه به ارائه اون پاوری که باعث میشه که گرم بمونه. مورد دیگه ای که در مورد این باید بهش اشاره کنیم این چراغی که اینجا وجود داره و در واقع وقتی شما داری شارژ میکنی این چراغه بهتون میگه که داره شارژ میشه، شارژش تکمیل شده و همون چیزایی که خیلی طبیعی نظر میاد، چیز عجیب غریبی وجود نداره. و این مشخصهایی هم که اینجا وجود داره که آقا داره شارژ میشه، فولی شارژ شده. در مورد تمپریچر و همه چیزایی که یه ابزارهایی از این دست شما معمولا در دسترستون قرار میگیره، این اطلاعات که بهترین پرفورمنس داشته باشین. چیزی که میمونه به نظر من جالب بهش اشاره بکنیم که خب میلواکی دوستداران فراوانی داره اینجا و در واقع اینطور میتونم بهتون بگم میلواکی لوگوش رو هر چی بزنه، رو مداد رنگی هم بزنه، شما انتظار یه قیمت بالایی داشته باشین، ولی در این حال انتظار کیفیت بالا هم میتونید داشته باشید. و اینجوری نیست که اگر مواردی هست که میده براش تولید بکنن بده به جایی که براش لو کاست درش بیارن، هزینه‌شو پایین بیاره و به قیمت اینکه از کیفیتش کاسته بشه. نه، من حقیقتش تو این چند سالی که تو مارکت بودم و دیدم اصلا برگه برنده میلواکی همیشه اون خدمات پس از فروش و همه اون چیزایی که باعث
کاستمر ساتیسفکشن میشه. یعنی شما مطمئنا بهتر میدونید که یک کاستمری که عصبانیه از کیفیت یا خدمات خیلی اثر بیشتری داره به نسبت یک کاستمری که هپیه. حالا قدر مطلقش رو بگیم، مثلا ممکنه اونی که عصبانی 60% اثر داشته باشه، اونی که هپیه مثلا 15% اثر داشته باشه، ولی به همین نسبت شما در نظر بگید که وقتی میلواکی میخرین خیلی نسبت به اون پولی که میدید خدمات خوبی دریافت میکنید. امیدوارم این اطلاعات جمع و جور رو مفید مختصری که در مورد این آیتم وجود داشت هم به درد بخوره و طبق روال برنامه‌های پیشینم اجازه بدید که من بگم دوباره This video got no sponsor, not even Milwaukee brand is sponsor for this video and it's just for information. و همین، امیدوارم که روزگار خوشی پیش رو داشته باشین و زنده باد.